جان شما کنی؟ منم اینجا با کلین جان. ها شما اینجا اشترمه السلام علیکم بجان. و علیکم السلام. نازم شما درست شما رحمت زخ کلین نماد جان. اشتدی بجان. رحمت ناز رفته آمدید میکربه. شما نپرسیدم ما نگویم ده بجان. رسا همین یک لوحی کلانه سوردم. رسا مونده شدم. ای قن زنید کلین جان. من شما به باوریم کلام بود. رحمتی کلام بجان. حاضر نباشد لباسم عوض کرده. نان پختنم در کار، خوراک پختنم در کار. یک خانه روچین کنم. ما رفتم. های کلین جان. شما رسو عجایب ده. ما شب دیدیم چه سخت لوحه به تایری دید و سگیتانه. قریب که شب خوب نرفتیده. برای همین من خودم علکه نانو پخته ماندم. ها همین لوحه نخس سپاریده می آمدگیتونه دانسته. یک آش پلوی با مزه علکه دم کرده ماندم. روی بیچینی خانه ها انوی دخترم نرگیز خان علکه کرده ماند که اینجا. و جان چو آخر کردتان آخر و همسایه ها چی میگه؟ این کلینش عموما هیچ کار نمیکرد دست میگه. کلین جان شما عجایب دی یک نامپزی بوده است و کاری خودم کردگی و این کاری خانه همه به دخل داره. یک تا شما بنی کلین جان همین گپی همسایه های عموما گوش نکنید. بعضی ها نخ شویدم گپ میزند گنده شویدم گپ میزند. اولی خدا ما میدونیم. گپی بعضی ها ما با عموما ضرور نه کلین جان. بجان رحمتی کلام خیرت شما هستید بجان. من نباشد لباسم عوض کرده یک دسترخوان راست میکنم. پریزنتاسی چی خیلی شده کشه همشه شما گفته میتیم. وای مایلش کلین جان مایلش کلینم بگردم. بردارم نازتو